خب همتون برادرای عزیز شادی جان قادری با شمادی میگیم ما امروز در یک جا سرجم اومدیم در استراحتگاهی آبی گرم با راهبری استاد خیرالدین بازار که دعوت کرد که یک روز استراحت کنیم یک سرجمی مردها بین مردها ما اینجا جمع اومدیم و این چونین استاد خیرالدین بازار شادی جان قادری هم دعوت کردن با ما همراه شدن اینجا صلاح‌الدین جان مانا سیف‌الدین مهمون ایراسیه سیف‌الدین جان سنت الله جان و بنده شمس‌الدین استاد خیرالدین بازار و معروف جان ما در اینجا جمع اومدیم و با همه مسافران با همه غریبان طلب میکنیم و از خداوند امیدوار هستیم که خداوند همه مسافران غریبا را نگهبان است و خداوند نگهبان باشد و هیچ وقت سرشان درد نبینه. خواهش میکنیم شادی جان یک سرود با آواز زنده زمزمه میکردن بهر غریبا مسافران. سلامت باشید، زنده باشید که شمس‌الدین سربلند باشید. سری به دردی ما را خاکی گور جای نمی‌دارد، چرا دنیای فانی را به دردی سرگذر کرده، چرا دنیای فانی را به دردی سرگذر کرده. ما یار و برادران پریشان چرا، از محفل یک دیگر گریزان چرا، سر جمعی ما خاطری مادر بوده است، سر جمعی ما خاطری مادر بوده است، بعد از سری او از اینو حیران چرا، پریشان چرا گریزان چرا، پریشان چرا گریزان چرا. بالاله رو خانی خش آغوش کرده، ما یار و برادری فراموش کرده، در قسمت یک دیگر با هم بوده، پیمانه به عهدی مگر نوش کرده. ما یار و برادران پریشان چرا، از محفل یک دیگر گریزان چرا، سر جمعی ما خاطری مادر بوده است، بعد از سری او حزین و حیران چرا. این ابری سیاه عاقبتش بارانه، اکگی و دادری همش دورانه، از تلخی زندگی دلگیر شده، آچم کی گذشت همه تقسیم شده. ما یار و برادران پریشان چرا، از محفل یک دیگر گریزان چرا، سر جمعی ما خاطری مادر بوده است، بعد از سری او حزین و حیران چرا، پریشان چرا. احسن زنده باشه شادی جان قادری. شخصی جان چی گفتن که اگر در واسه غریبان و مادر و به کسان شعر خوب گفتم شادی جان، یک شعر یک غزل برای که در اینو مهمونه، برای که این روز هستیم فردا نیستیم، این آدم مثل یک چی میگن شیشه آب، شیشه آب زد شیشه میشکنه آب میرزه. حیات انسان همینه، تو قدر میدونیم عزت احترام همدیگه را دونیم، اخلاق در قیمتی باشیم، در کجای باشیم حرمت عزت خودمون دونیم، یک قسم رو حرمت بکنیم. برای یک غزل شعر در وصف اولش مسافر رو، بعد برای تمام یار و دوستانی که ما رو در نوار تماشا دارن یک زمزمه میکرده شمس‌الدین جان. میگوید که روزی نومیدی چه آید آشنا دشمن شود، روزی نومیدی چه آید آشنا دشمن شود، غم جدا شادی جدا دولت جدا دشمن شود. هر کی پیش از وقت درمانگاهی دردی خویش شود، گر طبیبش با علی باشد دوا دشمن شود.
بر مرادی ما رسد بر هم اگر بادی مراد در محیط عافیت هر ناخدا دشمن شود نیست مخفی در دل ما بر کسی هیچ دشمنی هر کی با ما دشمن است او با خدا دشمن شود و همه غریبا تنصیحاتی طلب داریم و دشمن ملت تاجیک خداوند خوار کند و بگذار که هر یکی شما عزیزان دل ملت تاجیک همیشه شاد و خرسند باشد و چنونه که میبینیم این شب و روزها البته تاجیکستان گل شکوفان ما هر روز شکفته ایستاده است و بگذار خداوند کریم باز از این زیاده گردد و انا همین خیل تنج و آرام باز هر روز هر لحظه ها هر وقت های خالیگیتان را در انا همین خیل استراحتگاه ها وقت خالی خود را در دایره دوستان اهل عائله گذرانید. زنده باشید مسافرای محترم برادرای عزیز. شاید سنت الله جان اگه چی علاوه کردنید سربلندی میخونید زنده باشید. یک شعر در راست برای غریبون میخونیم برای که همه مخلصای ما را اهمیت میتیم 80 پریزش در مسافری هم مسافری زن بدونن که اکای خیردنی ها که شد جانیاب دیگه شاگرده هستن خیلی بسیار شاگرده میخوان که یکم سخن خوب گیر که یا هنوز سخن ما لحظت برن یک شعر میگیم برای مسافرها که برادرانه که انتظار ما نمازی شام غریبی رو با من کرد دلم جولان زد و یادی وطن کرد نمیدونم پدر کرد یا برادر مرا گوشنشینی هر وطن کرد اوی غریبی اوی غریبی اوی غریبی قفس تنگ است نمی تانم پریده وطن دور است نمی تانم رسیده غریبی کرده بود من خوار گشتم غریبی کرده بود من خوار گشتم با پیش دوست و دشمن زار گشتم الا یاران غریبم من غریبم با ملک دیگران محتاج طبیبم اگر میرم بروی مرده ای من نگرده جمع خویش و قریبی من اگر میرم بروی مرده ای من نگرده جمع خویش و قریبی من اوی غریبی اوی غریبی اوی غریبی